سلام به همگی. خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی HTML. امروز قراره که در رابطه با دو تا تگ دیگه صحبت کنم که یکیش بهمون کمک میکنه که سکشن های مختلف رو از هم جدا کنیم، اونم به کمک یک خط، و یکی دیگه شکستن سطر پاراگراف ها به خط بعدیه که بهش میگم بریک، که با هر دوی اینا با شما توی این جلسه آشنا میکنم. ولی قبل از این که بریم سر وقت مثال زدن، یه نکته رو در رابطه با سندهای HTML بهتون بگم. اگه یه زمانی دارین که فایلی با پسوند HTML رو میسازین و قراره که ساختار وبسایتتون رو ایجاد کنید، قبل از تگ HTML شما باید چیزی به نام داک تایپ استفاده کنید. داک تایپ توی تمام سندهای HTML و توی تمام وبسایت ها وجود داره و یک تگ HTML نیست، بلکه بهمون کمک میکنه که به مرورگرمون بفهمونیم که این یک سند HTML و حتی میتونیم مشخص کنیم که بر اساس کدوم ورژنه. خب میگم تگ باز و بعد یک علامت تعجب میذارم که اگه من اینتر رو بزنم VS کد به صورت خودکار برای من میاره. خب بعد از اینکه داک تایپ رو گذاشتیم، مرورگرمون خودش میفهمه این تگ مربوط به یک سند HTML. من اگه وارد هر کدوم سایتی که بشم فرقی نمیکنه. اگه ویو پیج سورس بگیرم میتونید داک تایپ HTML رو مشاهده کنید. خب حالا بریم سر وقت این دوتا تگ و این دوتا تگ رو بهتون معرفی کنم. خب بذارین یه نکته رو بهتون بگم که جالب باشه. ما تا الان توی بادی کار کردیم. خب میام قسمت هد. خب اول ببینید اسم این سایت توی قسمت تایتل آی تگ هستش، ولی اگر برای ما رو ببینید index.html نوشته. حالا چجوری ما هم اینجوری بنویسیم؟ خیلی راحت. میایین توی قسمت هد و یک تگ به عنوان تگ تایتل ایجاد میکنم و اسم تایتل مورد نظرم رو میدم. برای مثال 9 learn رو قرار میدم و اگه دوباره رفرش کنم میبینید که اسم تایتل من عوض شده. خب توی این قسمت میبینید یه دونه تگ h1 دارم و یه دونه هم پاراگراف دارم. میام پایین تر یه دونه تگ h2 وارد میکنم و 9 learn رو توش قرار میدم و یه دونه هم پاراگراف وارد میکنم و از لورم استفاده میکنم. خب بعد از اینکه رفرش کنم میبینید که متن ما توی این قسمت قرار گرفته، ولی من میخوام یک خطی رو بینشون بکشم که اینا از هم جدا بشه. برای اینکه این کار رو انجام بدیم یه دونه تگ داریم به عنوان تگ HR که اگه دوباره صفحه رو رفرش کنم میبینید که یک خط بینشون کشیده شده. خب بریم سراغ تگ بعدی. یه زمانی هست میخوایم که متنمون شکسته بشه یا همون اینتر بشه. خب چیکار میکنیم؟ میام از تگی به عنوان تگ BR استفاده میکنم که بازم اگه صفحه رو رفرش کنم میبینید که متنم از این قسمت شکسته شده یا اینتر شده. خب یه نکته رو بهتون بگم، تگ HR تگ بسته شدن نداره، تگ BR هم همینطور هستش. پس نتیجه میگیریم که HR یک خط میندازه و BR هم اینتر میکنه. امیدوارم که با تگ HR و BR هم آشنا شده باشین. اگه دوست داشتین حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، چون با این کارتون به من انرژی میدین. پس تا جلسه آینده، خدا نگهدار.